مقامی که عقیق سرخ از زر بهتر است، اشکهایم بال معراج است، از پر بهتر است. بیشتر از بهترین وجه عبادت از نماز، در قیامت اشک‌هایت را بیاور بهتر است. با زبان دل فقط حرف خودم را میزنم، نامه بر این روزها باشد کبوتر بهتر است. از سر اخلاص حمدش را به جا می آورم، آن که از آغاز یادم داد کوثر بهتر است. گرچه فرقی نیست بین ساقی و کوثر، ولی کف تو یا فاطمه تنها علی است، هم علی زهراست هم زهرا علی. گرچه فرقی نیست بین ساقی و کوثر، ولی بارها فرموده پیغمبر که مادر بهتر است. یه حرفی دیشب زدم خیلی به خودم نشست، کیف کردم، به دلم نشست. نگاه کردم به اعمال و رفتارم، خودم به خودم گفتم اومد تو کی هستی؟ اومدی روزه خون شدی، تو کی هستی؟ اومدی سینه زن شدی. شما نمیگم، خودم میگم. یاد یه روایتی افتادم، علی و فاطمه ازدواج کردن، زره فروخت مولا، 4 تا کاسه بشقاب و یه زیرانداز و به اندازه 20-30 نفر غذا درست کردن. پیغمبر فرمود علی جان برو رفیق مشتیاتو بگو بیان ولیمه عروسی تو فاطمه رو بخورن. علی رفت، پیغمبر دید پشت سرش خیلی جمعیت دارم میاد. چی شد علی جان؟ گفت دیدم اگه سعیدو بگم این ناراحت میشه، نمیدونم اونو بگم این ناراحت میشه، کیو بگم؟ مولاست.
و دستمو گذاشتم رو گوشم و هر کی عروسی فاطمه میاد پیغمبر خودش غذا کشید به همه مدینه داد بردن خوردن چند روز تو خونه هاشون داشتن. لذا تو عزای فاطمه امیرالمومنین سوا نمیکنه که هر کی برای خانومم گریه میکنه بیا. منم با مشکیا را دادم روز قیامت هم همینطوره هر کی فاطمیه بیاد. عین الفاطمیه مصحف زهرا به غیر سینه معصوم نیست. مصحف زهرا به غیر از سینه معصوم نیست. لذا گفت ای مصحف ورق ورق ای روح پیکرم مصحف زهرا به غیر از سینه معصوم سر مستور خدا در پرده آخر بهتر هرز نام فاطمه از دو لشگر هم برای مرد خیبر بهتر است. هر کسی برده است شهادت می‌دهد در نگاه من مرگ از اشک همسر بهتر تو نیامتن از جانب همه این بچه سیدا منو یه خط بخون. از زمانی که شنیدم در به پهلو گرفت از زمانی که شنیدم در به پهلو حس من این است اصلا خانه بی در و رفتنت خالی مکن دونو برم را روزه بخون آشیده تر از این مگردان لشگرم را ای نیمه مجروح من ای کاش با تو در خاک بگذارد نیمه
بعد از تو ای سر شکسته تا قیامت از خجلتت بالا نمیگیرم سرم. فاطمه جان هر موقع از غزوات و سریعا برمیگشتی اگه یادت باشه که هست نقل همه خونه ها اسم من بود. همه میگفتن جنگ داشت برمیگشت، علی جنگو برگردون به نفع ما. علی اومد داشتیم کشته میشدیم، علی نجاتمون داد، علی راه رو باز کرد، پیغمبر رو داشتن میکشتن، علی به داد رسید. علی اومد که همه فرار کردن، علی رفت آب آورد، علی ما رو نجات داد. همه رفتن، علی جای پیغمبر خوابید، علی درو کند، علی از بالای دیوار خیبر وارد شد. علی رفت، علی کشت، علی احیا کرد، علی بود، هر جا رو میدیدیم علی بود، علی بود و علی بود و علی بود، فقط علی بود. علی رفت بالای خانه کعبه، علی مردم مکه رو همه رو تسلیم کرد. باور نمی کردم که روزی پیش چشمم از پا بیاندازد غلافی همسر. همه شمشیرها حریف من نشدن، یه غلاف حریف من شد. های یه کربلا بریم برگردیم. با غلاف مادر رو زدن، با تیغش بچه رو زدن. چرا آرومی شما؟ خدا داد بزنی هر کی گفت چه خبر بود. ما مادری داشتیم 18 سالش بود، امروز رفتیم برای مادرمون گریه کردیم. چی شده؟ مادرتون فوت کرده؟ نه مادر ما رو کشتن. هر شب حسن در خواب میگوید مغیره، هر شب حسن در خواب میگوید. هر کی بچه فاطمه است این روزه رو با امام حسن بخونه. هر شب حسن در خاک میگوید مغیره، بس کن نزن بیره، کشتی مادر.